بیشترین کاری که واسم میکنی چیه؟ کور شدم دیگه، چیکار میخوای بکنم؟ مثلا حاضری همه چی رو ول کنی و با هم فرار کنی؟ فرار کنیم؟ فقط گناهکارا فرار میکنن. تازه کجا فرار کنیم؟ هر جا که عشقمون کشید. گناه هم میکنی. توی راه دزدی میکنی. وای، مثل بانی کلای داره؟ چرا دزدی کنیم؟ ما که خیلی پول داریم. پس لازم نیست دیگه کار بکنی. اصلا چرا میخوای بری؟ نرو. فقط مال من باش. فقط مال تو باشم. خب چی به من میرسه؟ من اون وقت ما چی میشیم؟ به نظرت چی میشی؟ اسکیشهیر، عشق تلخ. کوتاه‌ترین مسیر بین دو قلب بازوانی است که به سمت هم باز شده‌اند و گهگاه با سر انگشت یکدیگر را لمس می‌کنند. از پله‌ها بالا می‌روند. انتظار زمان به دست آوردن جسم است. خیلی زود آمده‌ام. تو را نمی‌یابم. گویی قطعه‌ای در حال نواختن است. پرنده‌ها دست جمعی کوچ می‌کنند. کاش تنها به خاطر همین دوستت می‌داشتم. چون آخرین جلسه است همچین متن غمگینی انتخاب کردید؟ بود عاشقانش رو ول کن، بگو ببینم. یه استعاره داره استاد. دو بازویی که با سر انگشت هم دیگر رو لمس میکنن. اون که هیچ معلوم استعاره است. دیگه چی؟ طعنه هم داره. کاش تنها به همین خاطر دوستت می‌داشتم. طعنه و کنایه نداره، شیطنت نکن. برای کنایه مثال بزن. نمیدونم استاد، شما بهتر میدونید. خیلی خوب باشه، پس گوش کنیم. گر فوزولی میگوید که زیبارویان وفادارند، خوش مپندار که شاعران همگی یاوه‌گویند. بیا تو. استاد ببخشید دیر کردم، اجازه میدین درس رو گوش کنم؟ آرایه مجاز. در واقع درس و نه، حرفای اونی که درس میده رو گوش میکنم. بیا تو. برو بشین دیگه. استاد اونجا تو معمولا دیر نمی کردی. شنیدم استعفا دادی. درست شنیدی. یعنی دیگه شما تدریس نمی کنی؟ ممکنه. بچه ها می گفتن ممکنه بریم استانبول. چی شد آخه؟ اونجا خیر باشه، ازم بازجویی میکنی؟
امشب اجرا داریم تو سالن تئاتر. اگه بیاین خوشحال میشم. صبحم تمرین داشتم، طولانی شد و دیر رسیدم. این تئاتر رو به خاطر شما بازی کردم. لطفاً بیاین. برهان، بله عزیزم. کجایی؟ تو ماشینم دارم میرم فرودگاه. بهت گفتم نرو ولی تو داری میری. آیشه من ترکت نمی کنم که، فقط میخوام یه تغییری تو شغلم. اما این کار باعث میشه بازی رو ببازی برهان. حالا بگذاریم. تو چی کار میکردی؟ هیچی، خونم. آیشه خیلی دوست دارم. اینو هیچ وقت فراموش نکنم. از پرواز جا نمونی. Sana derinden neler söyler bak. Bir gün gidersin, sen terk edersin. Mutlu severken, ölümü çok erken. Sevda olmaz, gözyaşı döker. Öyle sevgiye yazık oldu be. Beni terk etme, beni terk etme, beni terk etme. Sen gidersen ah, yeşiller siyah, benim kalbimde susar bir sabah. Irmak kan ağlar, çürür yapraklar, pembe çiçekler, karalar bağlar. Suya gömülür sevdalı başım, hatıra kalır bir tutam saçım. Beni terk etme, beni terk etme, beni terk etme. استانبول. برنامه درسی که حاضر کردین خیلی جامع و کامله و از نظر زمانبندی هم به نظر مناسب میاد. هیچ مشکلی نداره. آقا اورهان، از اونجایی که معتقدین برنامه‌ای با این شدت میتونه کارساز باشه، پس حتما به کارتون اطمینان کامل دارین. سلام. خیلی وقت بود ندیده بودم یه مرد گریه کنه. ازم عصبی شدین؟ شما صدامو نمیشنوین؟ عکس رو اگه بخواین میتونم پاک کنم. به هر حال بی خود عکس گرفتم. خودمو میزنم به عمرا. ببخشید؟ هیچی. گرسنت نیست؟
چرا اومدیم اینجا؟ رستوران گرونیه. راحت باش، لذت ببر، من پولم کم نیست. الفبای سامت رو از کجا یاد گرفتی؟ سامت؟ زبان اشاره. پدرم ناشنوا بود. واقعا؟ تو بچگی مریض میشه. بعدش دیگه نمیتونه حرف بزنه نه بشنوه. صداهای عجیب غریب از خودش در میاره اینجوری. این الان یعنی چی؟ یعنی دخترم خیلی دوست دارم. خیلی جالبه. الان دیگه زنده نیست. پدرمون یه جورایی مثل هم بودن. پدر تو هم معلول بود؟ میشه گفت. پدر من عاطفه نداشت. خوشتیپ بود؟ پدرم؟ نه، اونی که عشق تو باهاش دیدی. یعنی یه مرد نمیتونه به دلیل دیگه گریه کنه؟ به نظر من که نه. اگه قول بده دیگه حرفشو نزنی بهت میگم. باشه، قول میدم. خوشتیپ بود؟ ندیدم، پشتش به من بود. تو وضعیت بدی مچشونو گرفتی؟ آره خیلی بد. خودمو به اون راه میزنم یعنی چی؟ تو عشقی داری؟ تو چی فکر میکنی؟ وای، سبک اسکاتلندیره؟ چی؟ هر سوالی با سوال جواب میدی. اسکاتلند جای تاریکیه. کی رفتی؟ هیچ وقت نرفتم، اما به نظرم اینجوری میاد، مثل گلاسگو. ببین چه آوای خشنی داره گلاسگو. تاریکه دیگه. چیزیو که میدونی وانمود میکنی نمیدونی. چی؟ به اون راه زدن رو میگم. داشتم ولی مرد. چی؟ عشقم توی تصادف. به تقدیر اعتقاد داری؟ ای بستگی داره. مثلا هر وقت به نفعت بود نه؟ میشه ازت یه عکس بگیرم؟ الان؟ هر وقت خودت بگی. عکاسی بلدی؟ تو اسمت چیه؟ اویا. اسم تو هم اورهانه. اورهان آتاوغلو. از آتاوغلوهای معروف ازمیر، تنها وارث یه ارث و میراث قابل توجه. این رو از کجا میدونی؟ تو سالن که داشتی حق حق میکردی همه تو راه رو داشتن در موردش حرف میزدن، ولی هیچ کس جز من شجاعتشو نداشت جلو بیاد ببینه چی شده. این اسمش شجاعت نیست، جسارته. جسارت؟ بخشی از وجود منه. کارت چیه؟ عکاسم. تو دانشکده چی کار میکردی پس؟ همزمان درسم میخوندم. چه خسته کننده. گفتی خسته کننده. از فیلم دیدن خوشت میاد؟ فیلم؟ نمیدونم. فیلم محبوب من ماه تلخه، رومن پولانسکی ساخته. در موردش شنیدی؟ با یه قصه عشقی کلیشه‌ای شروع میشه ولی بعدش اتفاقای عجیبی میفته. آخه توی فیلم چه اتفاقای عجیبی میتونه بیفته؟ تو چه کارایی دوست داری بکنی؟ دوست دارم شعر بخونم. اوف، اون وقت به من میگه خسته کننده. خب باشه، از عشق بازی هم لذت میبرم. اوها، تو همیشه اینقدر روکی؟ تو عشق بازی باید روک باشی. بازم نوشیدنی میخوای؟ بخوریم ولی بعدش خمارمون نکنه. چی؟ دیدی شبایی که زیاد مینوشی صبح که از خواب پا میشی یه سردرد گنگی داری، انگار گیج و منگی. خب به اون میگن خماری. واقعا خیلی حوصله سربری. خب چرا هنوز اینجا نشستی؟ چون ازت نمیترسم. این از کجا آمد دیگه؟ مردی که تازه بهش خیانت شده نمیتونه به هم آسیب بزنه. اونقدر مطمئن نباش، بالاخره تو خاورمیانه داریم زندگی میکنیم. خب که چی؟ یعنی اینکه شرقی‌ها به این لافا اعتقادی ندارن چون زود میمیرن. چرت و پرت گفتی، نتونستی جمعش کنی. نه دیگه، چون خیلی زود میمیرن به این راحتی زندگی رو رها نمیکنن. همه چی رو خیلی زود به دست میارن. زود سر کار میرن، زود ازدواج میکنن، تو سن پایین بچه دار میشن. از الان بگم من بچه نمیخوام. چرا؟ تو همچین دنیایی نمیخوای بچه بیاری؟ نه، من دلیلم یکم پیچیده تره. چیه؟ تقدیر. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنم اونقدر زندگی نکنم که سنم به بچه آوردن برسه. اوه، چه جمله سنگینه. مطمئنم از موسیقی آرابسک هم خوشت میاد. معلومه که خوشم میاد. کدوم آهنگشو بیشتر از همه دوست داری؟
خوش اومدی عزیزم. روزت چطور گذشت؟ گذشت دیگه. مال من بد نبود. امروز 2 اتفاق افتاد. اولیش این که تونستم بخونم. ببین، این ب، این آ کنار هم میشه با. اونقدری که به نظر میاد سخت نیست. یه سورپرایز هم داشتم. امروز یه دعوتنامه گرفتم. چه دعوتنامه ای؟ والا فوزیه خانم تا جایی که تونست خوندش. گفته بود پاکت رو میز میذاره. انجمن عکاسان بین المللی یه سمینار روی همایش 5 روزه قراره بذاره. منم دعوت کردن. اینجاست. حدس بزن جاش کجاست. گلاسکو. آره. نظرت چیه؟ برم به عنوان یه عکاس نابینا اسممو تو تاریخ ثبت کنم؟ مطمئنم اول نمیشی. اورهان، چی میبینی؟ برام تعریف کن. زود باش بگو. یه قایق داره تو دریا میره و یه کشتی هم پشتشه. اینجا هم نزدیکمون 2 بچه دارن توپ بازی میکنن. توپشون قرمزه. بچه هم یکیشون پالتوی قرمز پوشیده، اون یکی آبی. قرمز دختره، موهاش طلاییه. اینجا مرغ دریایی نداره؟ حالا که اینجاییم بذار از همش عکس بگیریم. چرا؟ مرغ دریایی هم داره، ببین اونجاست. دیدم اشاره. آفرین. اهمیت شعرهای آصف حالت چلبی از همینجا میاد. آصف حالت نوآور بود. اون برخلاف شعرهای دیگه تونسته بود شرق و مدرنیته رو با هم تلفیق کنه. به عنوان مثال این شعرشو ببینید. ابراهیم، بت‌های درون مرا بشکن با تبر در دستت. آن کس که این بت‌های شکسته را با بت‌های جدید جایگزین کرد کیست؟ خورشید خانه یخیم را ویران کرد، تکه‌های یخ افتاد، گردن بت‌ها شکست. ابراهیم، چه کسی خورشید را به خانه‌ام راه داد؟ بخت و نصر زیبارویان سرگردان در باغ‌های معلق را بت کرد و من همانم که باغ‌های ابدی را در آغوش کشیدم. زیبارویان نزد من ماندند. ابراهیم، آنکه قلبم را بت انگاشت و شکست کیست؟ برو بیرون. دیر اومده سر کلاس، برو بیرون. استاد فقط 5 دقیقه گذشته. گفتم برو بیرون، بیرون! اورهان، یکم هیجان زدم، دارم بچگونه عمل میکنم. منظورم اینه که وقتی دکتر گفت امید هست، چه میدونم دست و پامو گم کردم. تو خوشحال نشدی؟ چرا شدم؟ چطور خوشحال نشم؟ میگم که باید دقت کن. اورهان لطفا سر من داد نزن.
خب اگه عمل بشم، اگه دوباره چشام ببینه، شاید همه چی دوباره عالی بشه. یعنی میشه اورهان؟ اویا نکن، ازت خواهش میکنم. اورهان دلم برات تنگ شده. استاد منو یادتون میاد؟ دیروز از کلاس بیرونم کردین. آره یادم تأخیر داشتی. میدونم استاد، برای همین اومدم ازتون عذرخواهی کنم. راستش من بازیگرم، تو سریالای تلویزیونی بازی میکنم، شاید دیده باشین. الانم یه اجرا دارم توی یه بار تو میدون تکسی، یه جایی مثل کافه است. یه هفته اونجا قرارداد دارم، خوشحال میشم ببینمتون. گرچه از کلاس بیرونم کردین، ولی میدونم اون روز خود واقعیتون نبودین. شما هیچ وقت کسی رو ناراحت نمی‌کنین، مطمئنم. اویا اویا
برای چی میز چیده بودی؟ تا وقتی اومدی خونه فکر کنی همه چی مرتبه. یعنی چی؟ یعنی میخواستم واسه زدن رگم وقت کافی داشته باشم. بس وقتی میخواستی رگتو بزنی حساب رسیدن منم کرده بودی آره؟ آره. حالا واسه چی اینقدر برنامه ریزی کرده بودی؟ برای اینکه بهم توجه کنی اورهان، برای اینکه بهم توجه کنی. بیشتر از این دیگه کاری ازم بر نمیاد، اینو بفهم. خدا لعنتت کنه، من دیگه باید چی کار کنم؟ بهم بگو برو. نرو اورهان، نرو، 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 لطفاً نرو، نرو. فوزی اومد. من باید برم. یه کلاس برام گذاشتن مثل سمیناره. چند ساعت میرم و میام. آقا اورهان، بلا بدور. چرا اینطوری شد آقا اورهان؟ خیلی خوب فوزیه، گریه نکن. من یکم دیر میام اگه شما خواستین بخوابین. میگم گریه نکن دیگه، بسه. ببخشید. سلام. من تازه به این آپارتمان اومدم. کابینت حمومو نمیتونم درست کنم. کمکم میکنی؟ فوزیه تو برو تو، من یه نگاهی میندازم. If you go away on this summer's day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high and the day was young and the nights were long and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. اورهان نرو، نرو. ولم نکن. بدون تو نمیتونم زندگی کنم. میمیرم. ترکت کرد ها؟ چی شد؟ معشوقت ترکت کرده ره؟ اون معشوقم نبود. ولی اینجوری به نظر نمیرسید. ترسیدم. انقدر دوست داشتم که ترسیدم نکنه بری و منو رها کنی. خیلی دلم برات تنگ شده بود، خیلی خیلی زیاد. تو هم دلت برای من تنگ شده. بگو دلت برام تنگ شده. بگو. من دیگه یه مرد متأهلم. نگو که اینو نمیدونستی. خب جدا میشی. همه چی دوباره مثل قبل میشه. همون جوری که بود ها؟ دیگه هیچ وقت از هم دور نمیشی. تا دم مرگ. باید قبل اینکه خودتو تسلیم کردی به اینجاش فکر میکردی. منو ببخش. چی کار کنم که منو ببخشی؟
بله. میفهمم. بسیار خوب آقای دکتر. باشه. با همسرم صحبت میکنم. امیدوارم به زودی خبرهای خوبی برامون داشته باشین. ممنون. خدا نگهدار. اورهان، دکتر سلیم پشت خط بود. از سوئیس خبر گرفته. برای جراحی شانس زیادی وجود داره. فکر کنم میشه اورهان. عزیزم، شب دیر نکن باشه. میخوام برات دسر درست کنم. کازاندبی. داری میایی از مغازه سر خیابون خامه بخر. همون پسره که صدای نازکی داره. آقای اورهان خوش اومدین. آقای اورهان حالتون چطوره؟ آقای اورهان پشت هم حرف میزنه. نوشیدنی هم بگیر که با هم جشن بگیریم. کراواتت هم صاف ببند. فکر کنم رنگش هم سبزه. نه، قرمزه. باشه، حرفی ندارم. اما رنگ نوشیدنی که قراره بگیری و خوب میدونم. نوشیدنی صورتی، روزه. همون که قبل ازدواج با هم خوردیم. یادته؟ یادت میاد؟ هرچی بخوای میگیرم، ولی تو خودتو خسته نکن. به فوزیه بگو انجام بده. باشه؟ باشه، خیلی ممنونم. خواهش میکنم. فردا میبینمت دیگه. خیلی خوب. باشه. این بار نوبت شما عذرخواهی کنین، نه؟ منو همونجوری ول کردین رفتین. ضرورت نیازی به عذرخواهی نداره. اگه اینطوره میخوام بدونم چه ضرورتی بود. فکر کن مسائل خانوادگی. به نظرم مسائل خانوادگی رو قاطی نکنیم استاد. این که فکر کنم شما مجردین منو بیشتر هیجان زده میکنه. اینا دیالوگای سریالاییه که بازی میکنی؟ نه، از شما الهام میگیرم. دخترای با ذکاوت همیشه الهام بخش بودن. میتونم تصور کنم، چون اونا خیلی کمیابن. شاید من خوششانسم چون سر راه میان. شما خیلی جسورین. نه به اندازه تو. نگران نباشین، جسارت من برای جفتمون کافیه. جسارت با تکبر که قاطی بشه قلب و کور میکنه و به فنا میده. مراقب باش. اگه به قدر کافی ظالم باشی دیگه نیاز نیست مراقب باشی. وای اینطور که به نظر میاد بیش از حد بهت الهام دادم، نه؟ یه زمانی با یه نفر تو رابطه بودم. جزو اعضای مافیا بود. واقعا ظالم بود. خیلی بهم کمک کرد. عصر ساعت 5 دم خروجی منتظرتونم. بله. صبح از رابطت با همسرت متعجب شدم. واسه این رابطه خیلی تلاش کردیم آیشه. اما اون همه تلاش که حیف میشه. تو اصلا نگران من نباش شایشه. میخوای امشب بیای اینجا با هم صحبت کنی؟ به نظرت میارزه؟ نمیدونم. خودت بیا و ببین. آیشه چرت و پرت نکن.
خوشتیب‌ترین شوهر دنیا اومد. بیا اینجا ببینم، بیا. خیر باشه. چی شده که اینقدر خوشحالی؟ با دکتر سلیم حرف زدم، همه کارا رو ردیف کرده. تا یه هفته دیگه میریم، 2 ماه اونجا میمونیم، عمل انجام میشه و با چشمه سالم برمیگردم. همینقدر قطعی گفت؟ آره، اگه حرفمو باور نمی‌کنی از شعله بپرس. شعله کیه؟ سلام. شعله، اینم شوهر خوشتیپم. آره درسته. سلام، منم شعله. منم اورهانم. شما همیشه اینجوری هستی؟ یعنی چه جوری؟ یعنی همینجا سرپا میمونی؟ خب من نابینام، نمیدونم چی کار میکنم. شما چرا سرپایین بشینیم؟ شعله همسایه جدیدمونه، امشب با هم آشنا شدیم. آره، من در زدم، همینجوری سرمو انداختم و اومدم تو. کارم زشت بود. البته فکر میکردم شما خونه این، ولی نبودی. راستی مگه قرار نبود زود بیایی یا سر راه هم نوشیدنی بگیری؟ بازم برام کلاس گذاشتم. وقتی درگیر این کلاسای بعد از ظهر باشی دیگه ازشون خلاصی نداری. نبین بهم بی توجهی میکنه، قلبش از طلاست. ظاهرا خیلی با هم صمیمی شدین، نه؟ خوبه. پس دیگه از این به بعد لازم نیست شبانه یه رانه دیر اومدنم باشم. اویا هم حوصلش سر نمیره اینجوری. آیا اینقدر تو نرو، کورم، احمق که نیستم. اورهان جلوی مهمون زشته. خب من دیگه برم. اورهان نه، شما راحت باشی. شعله، من واقعا معذرت میخوام. اورهان اینجوری نیست، نمیدونم چه شده. بابت چای ممنون. شب خوبی داشته باش. حداقل دختره رو تا دم در بدرقه میکردی، شما زشته. بابا همونجور که اومده خودشم میره دیگه. شعله، خدافظ، فردا صبح بازم بیا باشه. اورهان، داری منو میترسونی یا؟ نه ترس عزیزم، من اینجا. Açılsın defter uzaktan gözükür içime işler. Karanlık düşman gibi pusuda kayıptım, oksijenim kalmamış kutuda. 3 asa gülmedi şans sanal uykuda. Boş geçer her günüm yok yere uğruna. Sebepsiz aşklar mı yaşadık sonunda? Birçok kişi bertaraf olur ama acıma. Gün yüzü görmedim der sana sonunda. Hileye başvurur her kişi oyuna koyunca. Kalbimin gözleri yok dili ama gözyaşlı fakat görür hala. Kimsenin derdine derman yok. Hekim çok düşünür fakat eski bu dava. Kalbimin gözleri yok dili ama gözyaşlı fakat görür hala. Kimsenin derdine derman yok. Hekim çok düşünür fakat eski bu dava. Uçtuğum yokuşlar hep sonsuz, çok bunaltır yek. Yönsüz ağlamak yolun sonu. Son defa kaçamasam da kalbe darbe şeklinde. Çok derin inen bu nefretin aşka hiçbir halde yardımı dokunmaz. Her bir ahvalde kaleme döktüğüm her bir kelime harbin en serin yerinde. Mağlup kalmamak için savaştı. Gözyaşlarında ufka yelken açtım. Rüzgar oldu ruh bedende, pot yaptı kaçtım. Koşamasam da kayboldum, kocamasam da galiba bulamadım ve dönsem aynı sahne. Gözüken aynı suyulan aynı sahne. Ortalık ve çekilen derdinde çekilir. آروم باش، از اولش تعریف کن ببینم. نمیتونم آروم باشم آیشه. دکتر خیلی واضح صحبت کرد. اویا به احتمال زیاد از این عمل زنده بیرون نمیاد. خب پس چرا میخواد عمل کنه؟ تو میدونی کور بودن یعنی چی؟ ها؟ چرا در مورد عمل با تو حرف نزده؟ چون میدونست نمیذارم عمل خب کنم. هنوزم میتونی. نمیتونم. همه کاغذها رو امضا کرده. دکترا رو قسم داده که به شوهرم چیزی نگین. خب اورهان، شاید به این بدی که تو فکر میکنی نباشه. آیشه، خودم با دکتر سلیم حرف زدم. اوضاع از اونی که فکر میکنم خیلی بدتره. دکتر گفت مثل خودکشی میمونه.
احتمال برگشت بینایی نزدیک به 0 و به احتمال زیادم از اون تخت بلند نمیشه. خب برو جلوشو بگیر. اگه نتونه دوباره ببینه انگار دارم ذره ذره میکشمش. اویاست. نه که داریم میریم، خیلی هیجان زده است. الان برمیگردم. خوشتیپ ترین استاد، اگه کلاس تموم شده میخوام به شام دعوتت کنم. صدا خوب گوش کن چی میگم. شرایط من خوب نیست، اصلا خوب نیست. به هر دلیل دیگه اصلا بهم زنگ نزن، فهمیدی؟ چی داری میگی اورهان؟ شنیدی چی گفتم؟ دیگه بهم زنگ نزن. خب چی داری میگی لعنتی؟ فکر کردی من کیم؟ ببین دختر، تو خیلی خوشگلی، ازت خوشم اومد. یکی دو بارم باهات گشتم. میخوای واضح‌تر بهت بگم؟ اورهان بذار باهات روک باشم. اگه منو پرسید لباس سبز رو واسم بذاره یا نه. ظاهرا اونجا خیلی سرده. دو ماه بعد. از منه؟ خب حالا چی میشه؟ بچه رو به دنیا میارم. میخوای چی آیشه. بشه؟ آیشه چی؟ آیشه چی؟ هرگز به من نگو که بچه رو بندازم. هرگز. باشه آقای بر، من یه کپی از عکس‌ها براتون میفرستم فردا. باشه، روز بخیر. شما چی کار میکنین؟ چرا تو تاریکی نشستین؟ خوش اومدی عزیزم. امروز اتفاقای خیلی جالبی برام افتاد. خیلی خوب، من آرومم. یواش یواش الان میگم. الان آقای ایلبر زنگ زد. شاید برای شما معنی خاصی نداشته باشه، ولی برای من آدم خیلی مهمیه. در مورد عمل شنیده، فهمیده، خوب شدم و برگشتم اون حرفا. و به هم پیشنهاد برگزاری یه نمایشگاه رو داد. وای خیلی خوشحال شدم. وایسین بمب اصلی رو الان بهتون میخوام بگم. حاضری؟ من حاملم. خدا لعنتت کنه. عوضی آروم باش. چی کار میکنی؟ تو حیوانی. آروم باش. حیوان. ول کن اون کیفو. باشه. به حرفم گوش کن. گوش میکنم. باشه. این 2 ماه کجا بودی؟
باید میرفتم خارج. چرا رفتی؟ فکر کن مسائل خانوادگی. گور بابای خانوادت. خانواده تو اینجاست. چطور تونستی این کارو بکنی؟ ها؟ فکر کردی میتونی با من باشی و دیگه بهم زنگ نزنی؟ مگه حیوونی اورهان؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ حرف بزن! چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ خیلی خب میندازیمش صدا. روزگارتو سیاه میکنم اورهان اتاغلو. تو هنوز منو نشناختی. جدا نشناختی. قلبمو شکستی. بدم شکستی. تمام زندگی تو به هم میریزم. جوری که آرزوی مرگ کنی. این حرفمو یادت باشه. بعدم میبینمتون. فعلا وایسا ببینم. بله استاد. صدا نیومده؟ نه استاد، از اون روز که حیاط پشتی دانشگاه دعوا میکردی دیگه ندیدمش. اگه دیدیش بگو بهم زنگ بزنه. باشه. مدت زیادی بود که در مورد یه موضوع فکر میکردم. سر یه دوراهی تو زندگیم قرار گرفته بودم. باید یه تصمیم میگرفتم. اینکه زندگی خودم رو ادامه بدم یا اینکه با هم اون ما رو زندگی کنیم. باید انتخاب میکردم و من ما رو انتخاب کردم. ما، تو و من، یعنی زندگی با تو. حالا ممکنه بگی یعنی راه دیگه‌ای وجود نداشت؟ البته که نه. حتی فکر به احتمال وجود داشتن یه راه دیگه هم منو میکشت. چون از خودم میترسیدم. از اینکه نتونم خودم رو کنترل کنم میترسیدم. تو رو باید از دست خودم نجات میدادم.
میفهمید چی میگم؟ و من عزیزم برای این کار یه راهی پیدا کردم. خودمو در تو حبس کنم، با تو یکی بشم، جوری که دیگه هیچ وقت از هم جدا نشیم. برای هر دومون هیچ شانسی غیر از خودمون وجود نداشته باشه. چون که امروز من با تمام وجودم باور دارم که ما غیر از خودمون دوتا هیچ شانس دیگه ای نداریم. به دروغ نمیگم، بارها به این فکر کردم که برای ما گزینه غیر از همدیگه وجود داره یا نه. اما نبود. قسم میخورم که نیست. حتی بعضی وقتا نمیخوام فکر کنی دارم غلوف میکنم ولی فکر میکنم صرفا واسه دوست داشتن تو به این دنیا آمدم. نه فکر نمیکنم، مطمئنم. اگه نمیدونستم خوب بلدی لاف بزنی باور میکردم. میدونی؟ دروغگوی پست. اگه میخواستم دروغ بگم کلمه‌ای بهتری انتخاب میکردم. میدونی که؟ میدونم آره. خیلی خوب. حالا که اینو میدونی میخوام ازت یه سوال سخت بپرسم، باشه؟ بگو تا کجا با من میمونی؟ مثلا تا آخرش میتونی با هم بمونی؟ تا آخر. کاش میدونستی چقدر منتظر بودم تا اینو بپرسی. آیش دوست دارم. با هم ازدواج میکنی؟ داری جدی میگی؟ تا پای مرگ. خب حالا این دختره چی میشه؟ همونطور که گفتی ازش جدا میشم. جدی میگی؟ شاید باور نکنی ولی واقعا عاشقتم. این چطوره؟ خارق‌العاده است. خیلی دوست داری اغراق کنی. اشتباه گفتی. اغراقو دوست ندارم. دوست داشتن رو اغراق میکنم. شما گذشته‌تون رو فراموش میکنین، اما اگه گذشته‌تون شما رو فراموش نکنه چی؟ ببین اورهان، تو متوجه نیستی ولی این نمایشگاه خیلی برای من مهمه. آقا ایلبر در سال فقط 2 بار نمایشگاه عکس برگزار میکنه و این 4 سال اخیر اسپانسر هیچ عکاس بومی نشده بوده. به هر حال تو که عکاس بومی نیستی. چرا؟ تو چشات که باز شد حافظت کور شد؟ داریم میریم دیگه. آره میریم. گلاسکو، به قلب تاریکی. قلب تاریکی. اسم نمایشگاه همین باشه؟ وای، چرا که نه؟ قلب تاریکی، تاریکی قلب، قلب تاریکی. بله. ببخشید؟ چی؟ باشه الان میام. کی بود؟ یکی از دانشجوام. خیلی سریع میخواد منو ببینه. معشوقش ترکش کرده یا یه چیزی تو این مایه. اورهان، یه چیزی میخوام بپرسم. کی میخوای از این نقش معلم کلاس اولیه برای دانشجوات دست بکشی؟ وقتی که مردم. تو داری چی کار داری میکنی؟ حوصله‌ام سر رفته. منو ببر خونه جدیدمون. زود باش. اوه، اینجا خیلی قشنگه. اینجا خونه ماست. خیلی اینجا رو دوست دارم. آره خونه ماست.
خوشت میاد؟ خیلی زیاد. میخوام یه چیزی ازت بپرسم. بپرس. به هم میگی چند وقت پیش کی اون بلا رو سرت آورد؟ عجب. منتظر بودم ببینم کدوم شما این سوال ازم میپرسه. ما؟ آره، اویا هم هنوز چیزی ازم نپرسیده. فکر کنم میترسه شاید از جوابی که میگیره خوشش نیاد. تو جسورتری. یه دقیقه واستا ببینم حالا دیگه من و اونو با هم یکی میکنی؟ عزیزم، اویا یه بخشی از گذشته زندگی منه. بعد طلاق امیدوارم دیگه نباشه. من اگه به عتیقا علاقه‌ای داشتم موزه میزدم. آی خدای من، بازم بازی با کلمات شروع شد. شت. کی طلاق میگیری؟ چی شد اون کاغذایی که امضا کردی؟ عزیزم یکم صبر داشته باش لطفا. ببین دختر حامله است. آی. حامله است. از من یکم وقت خواسته، 1 ماه، همین. منو ببین. پست. منو ببین. این نمایشگاه که شروع شه همه چی تمومه. شش. باشه؟ باشه؟ باشه. باشه. خوبه. خب برمیگردم سر جای اول. کی تو رو کتک زده بود؟ ببین تو رو خدا دیگه به من دروغ نگو. یه دانشجوی چپی، دانشجوی راستی، دانشجوی عصبی و فلان. حقیقت رو به هم بگو. اینجا چه خبره؟ اورهان! بلم چی کار میکنی؟ اورهان! بلم کن! اورهان! اونو ولش کنین، چی کارش دارین؟ شما دیوونه ای! اینجا چه خبره؟ اورهان! اورهان بچه مرده. استاد هنوز صدا رو پیدا نکردین؟ نباید اونجوری باهاش دعوا میکردین. زنا اگه غرورشون بشکنه دیگه به این راحتی نمیشه درستش کرد. یکم ببرشون ورتر. خوبه، بعد به نظر نمیاد. بد به نظر نمیاد. فقط همین. بد به نظر نمیاد. شعله هم گفته بود میاد ولی دیر کرده. شعله امروز یه جلسه داشت. صبح دیدمش گفت نمیاد. واقعا؟ چرا هیچی بهم نگفت؟ خب نگفت که نگفت. معذرت میخوام. ببخشید. امروز تو دانشگاه اوضاع خوب پیش نرفت. اعصابم یکم به هم ریخته. باشه مهم نیست. امروز برای اولین بار حسش کردم. چیو؟ آیشه رو. آیشه؟ به نظر من که دختره و میخوام اسمشو بذارم آیشه. تو چی میگی؟ آیشه اسم قشنگی نیست؟ چرا؟ اسم قشنگیه. این عشق شما تمومی نداره. آیشه. عقل و هوشش رفته پیش دخترمون. آیشه اسم دخترمونه. چه خبر؟ خوبه. جلسات چطور بود؟ خوب بود. بفرمایید. بهش نگفتی؟
که میخوای طلاق بگیری؟ هنوز نگفتم. حالا که بچه رو از دست دادم میخوای ولم کنی آره؟ آیشه اینجوری نیست. چجوریه پس ها؟ برای بچه ای که نیست دنبال اسم میگردی. عوضی تو چجور آدمی هستی؟ اصلا وجدان نداری؟ از تو خیلی بیشتر دارم اتفاقا. اویا چی شده؟ اویا شله باید یه جایی برم، میشه با هم بیای؟ باشه بریم. راستش قصد نداشتم با شما صحبت کنم. یعنی یه لحظه هم نمیخواستم کار به اینجاها بکشه. اما باور کنین مجبور شدم. من یه زمانی با شوهر شما بودم. یه چند روزی. فقط چون ازش خوشم اومده بود. لطفاً از اینکه سریع صحبت میکنم ناراحت نشین، مجبورم. حتما شما موافقین که شوهرتون خیلی مرد خوشتیپیه. جذابه. اگه فقط تو مدرسه میدیدینش. همش با یه هوس شروع شد. ولی کم کم عاشق اورهان شدم. و بعدم اورهان غیبش زد. بدون اینکه چیزی بهم بگه. 2 ماه تموم. 2 ماه. حتما میتونین تصور کنین که چه رنجی کشیدم. اون زمان میخواستم انتقام بگیرم. بهش دروغ گفتم حاملم. حتی تو دانشکده داد و بیداد رو انداختم. بعد اینا گذشت. چند روز بعد تو خونه بودم که 3 مرد به زور وارد خونه شدن. و کتکم زدن. خیلی زیاد کتکم زدن. جوری که تازه امروز از بیمارستان مرخص شدم. اینا رو باید بهتون میگفتم. چون خیلی میترسم. منو ببخشین. لطفاً در مورد این ملاقات به اورهان حرفی نزنین، خواهش میکنم. وگرنه منو میکشه. تداددم براتون میز چیدم. خیلی خوب. غذا رو خودم نپختم، از بیرون گرفتم. اما بازم بیاین دیگه. چتون شده؟ گفتین میرین یکی از دوستاتون رو ببینین، نکنه به جاش دراکولا دیدین؟ چی شده؟ لیوانمو برای 2 از زیباترین زنای دنیا بالا میارم. خوشحالم که شما رو دارم. فکر میکنی حرفاتو باور نمیکنه؟ نمیدونی یه زن عاشق چه کارایی ازش برمیاد؟ یه مرد متأهل که بخواد یه زن مجرد و گول بزنه باید تاوانشم بپردازه. هنرپیشه رو ببین، افتضاحه. اینا از این راه امرار معاش میکنن، خجالتم نمیکشن. یاروه رو ببینین، مثل سیب زمینی میمونه.
وقتی خوشتیپی مثل تو بازی نکنه جا واسه امثال اینا باز میشه. اورهان زود باش بگو. چیو بگم؟ اگه خودت نگی من میگم. ما داریم میریم شله. کجا؟ گلاسکو. خیلی ایناهاش بلیتامون. نمایشگاه که تموم شه ما میریم. مثلا حاضری همه چی رو ول کنی و با هم فرار کنیم؟ فرار کنیم. فقط گناهکارا فرار میکنن. تازه کجا فرار کنیم؟ هر جا که عشقمون کشید گناه هم میکنیم. توی راه دزدی هم میکنیم. وای مثل بانی و کلای داره؟ چرا دزدی کنیم حالا؟ ما که به اندازه کافی پول داریم. پس لازم نیست دیگه کار بکنی. اصلا چرا میخوای بری؟ نرو. فقط مال من باش. فقط مال تو باشم به من چی میرسه؟ من؟ اون وقت ما چی میشیم؟ ها؟ به نظرت چی میشیم؟ یکم اون برتر بذارینش. نه همونجا بهتره به نظرم. اورهان چطوره؟ عالیه. چیزی کم و کسر نیست؟ تو که کنارمی همه چی عالیه. تو آیشه. دیدی زنای حامله میگن حس میکنم دختره، حس میکنم پسره. باورش سخته ولی منم حس میکنم. میدونی دختر خوشگل منه. عشق دست نیافتنی. من به جای دوتامون به این عشق وفادارم. تو دیوونه شدی؟ چرا با تیر زدیش؟ تو بچه منو کشتی. منم بچه تو رو. گم شو برو. یه بار دیگه ببینمت میکشمت. اورهان ها تا حالا شده بخوای بمیری؟ یه بار کی؟ وقتی آیشه رو زدن. من الان میخوام بمیرم. گفتی الان؟ اگه هنوز میخوای بمیری میتونیم با هم بمیریم. با هم بمیریم؟ خیلی رمانتیکه.
نمیشه مگه نه؟ یکم احمقانه است. به نظرتونی که منو زد زن بود؟ این حرف از کجا اومد؟ نمیدونم. همیشه دوست داشتم مثل آرتیستا بمیرم. به نظرت این که یه زن دیگر رو بکشه خیلی جذاب نیست؟ زندگی خیلی عجیبه اورهان. اگه یکی از بیرون به این داستان نگاه کنه فکر میکنه همه این جریانا به هم دیگه ربط دارن. یکیمون یه کاری کرده بعد یه اتفاقی افتاده، اون اتفاق باعث یه اتفاق دیگه شده. خدا لعنت کنه، این ذهنیت توطئه‌گر شرقی است. وای، شرقی ها رو که اینجوری لعنت میکنی معلومه خیلی تغییر کردی. اشتباه من نه، شرق تغییر کرده. با وجود همه اینا نمایشگاه باز کنم؟ با وجود همه اینا؟ تا این اینایی که میگی چی باشه؟ اوف، دوباره بازی با کلماتو شروع کردی. خیلی خب، پاشو بریم بازش کنیم. جدی میگی؟ آره، پاشو بریم بجام. زود باش. Sevgilim suçunu herkes bilecek. Bana ettiğini herkes duyacak. Seni Tanrım bile affetmeyecek. بازگشایی نمایشگاه قلب تاریکی 1 ماه به تأخیر افتاده. 1 ماه؟ مگه چند روز تو بیمارستان بودم؟ بذار ببینم. 1 2 3 28 روز. چی؟ 28 روز. یعنی نمایشگاه 2 روز دیگه باید باز کنم؟ خب تو اینجا رو چطوری تونستی اینقدر طولانی نگه داری؟ اویا، به من میگن اورهان آتاوغلو. من خیلی پول دارم. خوش اومدین. ممنونم. خوشتون اومد. بهت گفته بودم دیگه نبینمت. فقط میخواستم باهات حرف بزنم. چه حرفی بزنی؟ در مورد رابطمون. چه رابطه‌ای؟ کدوم رابطه رو میگی؟ بعد خیانتت رابطمون تموم شد. تو هم بهم خیانت کردی. خیلی خب، پس بی حسابیم. نه نیستیم، تو هنوز بدهکاری. چی داری میگی تو؟ میدونم چطور کنایه زدن رو دوست داری، ولی حوصله این کارو ندارم. دست از کنایه زدن دست بکش. تو به من با صدا خیانت کردی. من داشتم سعی می‌کردم ببخشم. گفتی که منو بخشیدی. نبخشیدم. تو بچه‌مو کشتی. تو هم مال منو کشتی. خب چطور میتونی اینقدر ظالم باشی؟ اشتباهه. حتی دیدنت تو این حال حس ترحممو بیدار میکنه. از این حالت اذیت میشم.
دوست ندارم تویی که یه زمانی میخواستی زنم بشی اینطوری اذیت بشی. برای خودت احساس ترحم کن. اگه جای من بودی از خودت متنفر میشم. میخوام ولی نمیشه. بیشتر از این سعی نکن. تو بهم خیانت کردی، منم به تو. تموم شد رفت. همین. هنوز جوانی. برو خیره یکی دیگر رو بگیر. خدا لعنتت کنه. خدا لعنتت کنه عوضی. نخواستم ببخشمت؟ ها؟ نخواستم تو رو انتخاب کنم؟ خواستم اما نتونستم. نشد. هرچی باشه این ذهن شرقی جور دیگه کار نمیکنه. پس مطمئن باش سزاوار مرگی که حقته. مثل همه شرقی ها. پس نمیتونم کل شرق رو ناامید کنم. اینجا رو ببینین. یکی آمبولانس خبر کنه. یکی شعله رو زده. آمبولانس خبر کنید. پلیس استانبول امروز این چاقو رو خودم واسش خریده بودم. برای آیشه. تو از کی اینو فهمیدی ها؟ خیلی وقت میدونستم. پس چرا چیزی نگفتی؟ من به جای دوتامون به این عشق وفادارم. چرا این چاقو رو خریده بودی؟ جوان که بودیم چادر میزدیم، کمپ میکردیم، لازم میشد. آره میدونم میشه. حتی یه بارشم ببین ازت خواهش میکنم بیا از گذشته حرف نزنیم. من خیلی خستم. اطلاعاتی که دریافت کردیم مقتول طی یک حمله با اسلحه گرم به قتل رسیده
و الان با گزارشگرمون سلین که در صحنه این رول حاضره ارتباط میگیریم. جسد هنرپیشه 24 ساله صدا آیگون که دیشب گم شده بود امروز غروب در ساریر پیدا شد. صدا آیگون که با شلیک گلوله به قتل رسیده احتمالاً قربانی یک ماجرای عشقی شده است. حالا به استودیو برمیگردیم. این دیگه کار من ممنونم نیست. سلین. اویا قسم میخورم این کار من نیست. میدونم کار تو نیست. نمیشه انتظار همه چی رو از تو داشته باشم. توی رابطه هر دو طرف باید فداکاری کنن. من و تو نداره. فقط ما هست. در نهایت مگه ما شرقی نیستیم؟ خود من